گفته بیا بالا این خدمت این برس 29 شب رو جبران کن. یه دست قشنگ حسن ریوندی دوست صمیمی آقای دکتر نظری. حسن چطور نخورتت؟ دکتر مواظب باش سیبیلات نره تو دهنم. اینجا چطوری؟ خوبی حسن؟ عالی بود. بینندگان عزیز شبکه 5 سیما، سلام. طاعات و عبادات شما خوبان مقبول درگاه خداوند متعال باشه. من پیشاپیش عید سعید فطر رو به همه عزیزان روزدار تبریک میگم. عزیزان چی؟ روزگار. و به همه شما خوبانی که در این سالن حضور دارید سلام و طاعاتتون قبول درگاه خداوند مهربان. خواهش میکنم هر چقدر که خوشنود هستید به مناسبت عید بزرگی که در پیش هست یه دست عاشقانه و درجه یک بزنید. حسن جان امشب چقدر کت شلوارت شیکه، من خیلی دوستت دارم، تو خیلی خوش تیپی، خیلی هم کت شلوارت عالیه و بهت میاد. خب همه اینا رو گفت که سر به سرش نذاری. ولی من یه چیزی بگم. اصلا همینجوری نیست، من کاملا قلبا دوستش دارم. الان چی بود بالا میخونه اینجا؟ آقای حامی. وای چقدر حامی قشنگ میخونه. بله دقیقاً. وقتی حامی میخونه و تو نمیدونی. دلم گرفته هم نفس، اونجاسا پرم شکست تو این قفس، دستات نشسته مگس. ادامه نداد دیگه. من اجازه بدین حامی رو بگم بیاد. حامی نشسته بود اونجا، بلند شد اومد ببین داشت عرقاشو پاک میکرد، داشتن برای راند دوم آمادش میکردن بهش باد. واقعا واقعا من افتخار میکنم به جوانای مثل حامی که صدای بسیار زیبایی دارن و یک ایران صدای حامی رو دوست داره. انشالله که همیشه سلامت و موفق باشه. اما خواهش میکنم حامی رو ول کنید، به افتخار من دست قشنگ بزنید، برنامه قشنگ براتون اجرا کنید. اصلا من نظری رو میبرم میشونمش. شما مواظب باش که آره تو خودت بعضت از اون بدتره. خب عزیزان جان، امشب یه برنامه بسیار ویژه براتون میخوایم اجرا بکنیم، به شرط اینکه شما نشون بدید هنوز انرژی دارید و میخواید که امشب این سالن بره رو هوا. هر چقدر که واقعا مایل به این برنامه زیبا هستید. ببین یه لحظه الان نگاه کن، این آهنگ داره میره به سمت یک خواننده دیگه. من نمیخوام امشب فقط صدای خواننده رو برای شما شبیه سازی کنم. شما علیرضا عصار رو بهتر از من میشناسید. نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد. اما وقتی که عید اومد آهنگ عید رو خوند. عید آمد و عید آمد، یاری که رمید آمد، عیدانه فراوان شد تا با چنین بادا. اما این آهنگی که الان پخش میشد برای همه شما خاطر انگیزه. هر چقدر که عشق مولا علی در قلب‌های نازنین شماست، دستای بسیار با محبتتون بزنید این آهنگ رو با هم بشنوید. ای کاروان من دزد شب رو نیستم. ای کاروان من دزد شب رو نیستم. من پهلوان عالمم تیغ رو یارو زنم. من پهلوان عالمم من تیغ رو یارو زنم. بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم. گر صوفی از لادم زند من دم ز الاهو زنم. خیلی متشکرم. هم دوره علیرضا عصاری، خواننده‌ای که براتون صداش آشناست. پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره،